از ورزشکارا که واقعا رشتهشون نه در حد المپیکه نه در این موضوع به اونا مربوط میشه اومدن خیلی انتقاد کردن. آزمایشی ووشو توی المپیک بوده و دخترای ایران گل کاشته. اولین زنی هم که تو تاریخ بعد انقلاب توی بازی المپیک آسیایی مدال گرفت بچهای ووشو بودن. خب بچه‌ها ووشو تا الان همشون گل کاشتن، از دختره گرفته تا آقایون. مطمئن باش المپیک هم باشن همشون مثل کشتی، مثل تکواندو، مثل این برای ما مدال میگیرن. و اینم که گفتم دوست دارم که دندون پزشک بشم. ببین من یه دقیقه دارم توی اتاق 3-4 ما میرفتیم چین، اون توی اتاق درس میخوند. ما میرفتیم فرانسه تو اتاق درس، ما میرفتیم چین تایپه، اون تو اتاق درس میخوند. ما میرفتیم اشغال تفریح، اون تو اتاق درس میخوند. و ورزش ادامه نداد. هنوزم که هنوز دنبال دکتراست پشت کنکوره. میخوام بهت بگم دوست عزیز، این که ما در چه حدی هستیم یا در چه حدی نیستیم، هر رشته احترام خودش